السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پیش از نازل شدن قرآن محمد صلی الله علیه و سلم نه خوانده میتوانست نه نوشته. او چگونه قرآن را به مردم رسانید؟ او گپ میزد. مردمی که او را باور میکردند و 23 سال با او بودند آنها کتاب را ندیده بودند. اگر که آنها قرآن را تصور میکردند میدانید که در فکر آنها چی می آمد؟ در فکر آنها روی محمد صلی الله علیه و سلم و آوازش می آمد. به مثل که آنها نمی توانستند قرآن را به محمد صلی الله علیه و سلم تصور کنند. اما ما می توانیم. وقتی که قرآن را تصور می کنیم در فکرمون محمد صلی الله علیه و سلم نمی آید. فقط در فکرمون یک کتاب مقدس، یک کتاب الهی می آید. برای آنها محمد صلی الله علیه و سلم و قرآن به یکدیگر تصور کرده نمیشد. قرآن در 23 سال نازل شد و آن به مانند کتاب نبود، یا در بازه نبود، یا در کامپیوتر ثبت کردگی نبود. حالا باشد همه این چیزها را ما داریم. حالا ما می توانیم خیلی آسان با طریق پروگرام گفته بینیم. مثلا گفته بینیم که چند مرتبه فلان کلمه در قرآن آمدگی است. در آن دوره این ناممکن بود. بعد از 23 سالی که قرآن نازل شد، سالها و عصرها گذشت. حالا باشد ما این قرآن را به طور کتاب داریم. در این کتاب کلمه دنیا که معنایش حیات همین دنیا را دارد 115 مرتبه آمدگی است. آیا یگان نفر می دانست این را در آن دوره؟ نامعلوم. در این کتاب کلمه اخیره، حیات اینجا دنیا و حیات آنجا بعد از مرگ اخیره است که 115 مرتبه ذکر شدگی است. در این کتاب کلمه ملائکه، فرشته 88 مرتبه ذکر شدگی است. کلمه شیطان، ابلیس 88 مرتبه ذکر شدگی است. کلمه حیات 145 مرتبه ذکر شدگی است. شما فکر کنید چی کلمه است که باز 145 مرتبه ذکر شدگی است؟ مرگ. کلمه مرگ 145 مرتبه ذکر شدگی است. کلمه صالحه، عمل خوب 167 مرتبه ذکر شدگی است. عمل بد 167 مرتبه ذکر شدگی است. کلمه کافر 17 مرتبه ذکر شدگی است. کلمه با ایمان 17 مرتبه ذکر شدگی است. ابلیس خاص به نام خودش 11 مرتبه ذکر شدگی است. پناهجویی از ابلیس 11 مرتبه ذکر شدگی است. کلمه آنها میگویند 332 مرتبه ذکر شدگی است. قرآن میگوید گپ زن 332 مرتبه ذکر شدگی است. اینش خیلی عجیب است که ماه را 12 مرتبه ذکر کردگی است. روز را باشد 365 مرتبه ذکر کردگی است. این تنها یک دو معلومات بود، تنها حساب کلمه ها. آیا در فکر انسان تغییر می آید این؟ بیاید اندیشه کنیم. در فکر آدمی درست می آید؟ مثلا یگان نفر گپ می زند 23 سال، هیچ چیز را نمی نویسد، نه قید می کند،
баъдан калимаҳо бо якдигар туғрӣ мешаванд.